خب وارد بحث خودم بشم. عرض کردم جلسه قبل ما یک خلاصه‌ای و چکیده‌ای از مباحث مربوط به حوزه ازدواج رو مطرح کردیم. به نظرم میرسه اگر قرار باشه این مقدار بحث رو مرتب پیش بریم، یک روند و یک مسیر منطقی رو باید پیش بریم. ما معمولا این مباحث رو که حالا جاهایی که به تفصیل بحث میکنیم با یکی دو تا مقدمه شروع میکنم و بعد وارد 4 مرحله میشم به صورت جداگانه. یک مرحله مربوط به پیش از ازدواج، مسائلی که میتونه، هدفم چیست؟ هدفم اینه که ما میخوایم تبیین بکنیم که چطور این انسان میتونه یک زندگی مشترک موفق داشته باشه همراه با رضایتمندی و پایدار. 2 تا عنصر، هم رضایتمندی بالا و هم پایداری و استحکام خوب. هدف ما اینه، یعنی با این ذهنیت وارد بحث میشیم. بنابراین اگر بخوایم به اون برسیم در 4 مرحله این رو باید بحث کرد. بعد از اون مقدمه‌ای که عرض کردم بالا مطرح می‌کنیم، 2 تا مقدمه است. یکی دوران پیش از ازدواج. خیلی خیال می‌کنن که قبل از ازدواج شما همکاری کرده، بعد از ازدواج اون یه فاز دیگه است دیگه. من کاملا مخالفم با این. اصلا اینطوری نیست. ارتباطات، مناسبات، نحوه نگرش و تعامل و اتفاقاتی که قبل از ازدواج میفته، هنوز شما وارد اصلا پروسه ازدواج نشدید، اینا نقش داره در زندگی موفق آینده‌تون. تو بحث روابط، مناسبات قبل از ازدواج بحث میکنید با اون ذهنیت که عرض کردم. مسئله دوم ورود به این عرصه است. طبیعتاً یکی از اصلی ترین مباحث مسائل مربوط به انتخاب همسر است که شما خب چه کسی رو انتخاب بکنید به عنوان همسر خودت، ویژگی ها، نکاتی که در این رابطه وجود داره، خب اینا معمولاً بحث میشه. این هم یک حوزه مفصلی است. بخش سوم میتونیم بگیم دوران خواستگاری و نامزدی، و میشه این رو جدا کرد. البته یه خواستی هم میتونیم تفکیک هم بکنیم. خود اصل رفتن به خواستگاری و مسائلی که در این حوزه وجود داره، بعد دوران نامزدی، یعنی بعد از قطعی شدن بالاخره این خواستگاری و قبول و پذیرش تا زمانی که وارد زندگی مشترک میخوایم بشیم، این فاصله‌ای که به وجود میاد، اینم یک مقطع هست، مقطع بسیار مهمی است. و بعد هم وارد زندگی میشیم، یعنی آغاز زندگی مشترک به اصطلاح خودمون میره سر خونه و زندگی. خب اینم یک مقطع. بنابراین میتونیم 4 تا مقطع رو از هم دیگر یا 5 تا مقطع رو از هم دیگه جدا کنیم و تک تک رو به بحث بذاریم، با اینکه میخوام ببینیم چطور میشه اون زندگی دلچسب، دلپذیر، لذت بخش همراه با رضایت و احساس خوشبختی و در این حال پایدار، مستحکم و بدون آفت رسید. مقدمه‌ای که من معمولا عرض میکنم یکیش اینه که جلسه قبلا اشاره کردم، منتها باز نکردم، در خصوص مسئله جنسیت. به اعتقاد من باید دقیق تر شد. مسئله جنسیت مسئله مهمیه. حالا فراتر از اون چیزی که به هر حال ما حس میکنیم از تفاوت جنسیت، خیلی عمیق تره این تفاوت، خیلی دقیق تره و واقعا نیاز به شناسایی داره، دقت داره. دوست من نکته رو من عرض میکنم. یکی از بحثایی که امروز مطرح هست، میگن خب برای جنسیت یک تفاوت خاصی نیست، انسان و مرد و زن فرق نمی‌کنن، برابر هم مثل من، پسر دختر چه فرقی می‌کنه؟ مرد و زن فرقی ندارن. مسئله این برابری مرد و زن، تساوی حقوق مرد و زن، نمیدونم چیزی امروز دنیا رو پر کرده این جریان. ببینید واقعا چیه اصلا این قضیه، از کجا آب می‌خوره، درسته، غلطی؟ ببینید مسئله جنسیت یک واقعیتی است که به هر حال بشر
با دو جنسیت متولد میشه، یا پسر یا دختر. طبیعت بشر اینطوری. اگرچه البته ما یه درصدی از افراد داریم موسیقی اشاره کردن که اینها اختلال در جنسیت مادرزادی دارن، یا افراد بدون جنسیتند، این طرف به دنیا آمده فاقد جنسیته، هیچ یک از اون ارگان ها و ارگانیزم مربوطه به جنسیت رو نداره، فاقد جنسیته. برخی هم افرادی هستند که به صورت دو جنسیتی متولد میشن، یعنی نشانه های هر دو جنس رو دارند. این البته خودش باز دسته‌بندی میشه، تقسیم میشن و اقسام داره افراد دو جنسیتی، ولی این واقعیتی است. درصدی از انسان ها دارای اختلال مادرزادی جنسیتی هستند، به این صورت که یا فاقد جنسیتند یا جنسیت دوگانه دارند، دو جنسیتی. ما اینا رو بحث میکنیم، جای خودش بحث داره، مباحثی داره که چون وارد بحث بشیم به درد ما نمیخوره. فرض ما اینه فعلا که انسان‌های رو داریم بحث میکنیم که اینها با جنسیت معین به دنیا آمدند. اکثریت انسان اینطوری هستند، طبیعت انسان اینطوری است، یا پسر یا دختر جنسیت متمایز و مشخصی داره به دنیا. این نکته دوم اینه که مسئله رضایت از جنسیت باز یکی از بحثایی است که امروز خیلی روش صحبت میشه. باز به شکل طبیعی انسان‌ها وقتی که پسر یا دختر به دنیا میان، اصولاً پسر از پسر بودن خودش راضیه، یعنی از اینکه پسر خوشش میاد، مثلا فکرش نمی‌داره این دختر باشه. دخترم از اینکه دختر خوشش میاد، اصلا خیالش نمیاد که پسر باشه، خوشش میاد، از جنسیتش راضی نیست. اکثریت قریب به اتفاق انسان‌هایی که دارای جنسیت مشخص هستن راضی هستند از جنسیتشون. یک طیفی از انسان‌ها در مسئله رضایت از جنسیت خودشون دچار اختلال هستند. اینا افرادی هستند که ناراضی هستند از جنسیت خودشون. پسر از اینکه پسره نمیتونه بپذیره پسر بودنشون، همیشه خودشو دختر حس میکنه. برعکس دختره ظاهرش دختره ولی نمیتونه بپذیره این جنسیتش رو، همیشه خودشو پسر تصور میکنه، حس میکنه. خب این هم یک اختلالی است، واقعی است، وجود داره. انسان‌هایی در رضایت جنسیتی خود، رضایت از جنسیت دچار اختلالن، درصدی از انسان اینطوری هم. حالا این رو باید چیکار کرد؟ یه سری درمان‌های خاصی داره، به صورت دارویی، به صورت روانکاوی، روانشناسی مفصل کار میشه تا اینکه این برطرف بشه. برخیش درمان نمیشه اصلا به جز تغییر جنسیت. خب که در دنیا امروز مرسوم افراد این شکل داره اختلال هستن و حاد نمیشه این رو برطرف کرد، میان تغییر جنسیت میدن. ولی خب هزینه داره، زحمت داره، ریسک داره، کار پرمخاطره است تغییر جنسیت. ولی به خاطر اینکه از این معضل بیرون بیاد، میاد تغییر جنسیت میده و جنسیتش رو عوض میکنه با یه جنسیت دیگری که مطابق با اون جنسیت عاطفی و روانیش هست، شکل و ظاهرش هم به اون شکل در زندگیش رو میکنه. این همون موردی بود که از امام رحمت الله علیه وقتی که پرسیدند گفتن که اگر کسی دچار این اختلال در رضایت از جنسیت خودش و با هیچ چیز درمان نمیشه، فقط راه علاجش تغییر جنسیت. آیا میشه تغییر جنسیت داد؟ امام فتوا دادن اشکال نداره. میشه تغییر جنسیت داد، این جنسیت رو عوض بکنن. این شد مبنای فتوا در جمهوری اسلامی که امروز یکی از کشورهایی که درش تغییر جنسیت اتفاق میفته کشور ماست. اکثر کشورهای اسلامی درشون نیست به خاطر اینکه حرام میدونن و جایز نمیدونن. البته ما هم جایز نمیدونیم، طرف همینطور الکی باشه بریم مثلا تغییر جنسیت بده، ولی به حالت درمانی و اضطراری این رو البته امام فتوا شد داد. این شد مبنای شروع
یک جریان بسیار پیشرفته‌ای که امروز در کشور ماست مسئله تغییر جنسیت. حالا چقدر به این ضرورت پایبندی میشه نمیشه چه اتفاقاتی بیفته داستان خودش رو داره که اینم حکایتی است. داستان تغییر جنسیت در ایران خودش حکایتی داره. اینم بس نکته دوم، اصولا انسان‌ها با جنسیت معین به دنیا میان. یک، از جنسیتی که دارن راضی‌اند. دو، اصولا. سه، اصولا انسان‌ها ارضاء جنسیشون به جنس مخالفه. یعنی پسر در ارتباط با دختر ارضاء جنسی میشه و دختر در ارتباط با پسر ارضاء جنسی میشه. به عبارتی در گرایش جنسی طبیعت بشری ما اینه که ما گرایش به جنس مخالف داریم. این طبیعت بشری ماست. عموم افراد اینطوری هستند. چرا؟ در گرایش جنسی هم گاهی اختلال به وجود میاد یا هست. اون اختلال اینه که طرف گرایش به جنس موافق نه مخالف، بلکه از جنس موافق بیزاره، اصلا بدش مخالف. این هم به اعتقاد ما یک جور اختلاله. چطور که اختلال خلقتی داریم، اختلال رضایت از جنسیت داریم، اختلال گرایش جنسی هم داریم. این یه جور اختلاله، این طبیعی نیست. خب این چیزیست که تحت عنوان همجنسگرایی ازش یاد میشه. همجنسگرایی یک واقعیتی است. درصدی از انسان‌ها ولو درصد کمی‌اند اینا دچار این اختلالند. واقعا متنفرند از جنس مخالف. من با اینا صحبت کردم. واقعا اصلا متنفره، مثلا چیزی که آدم حساسیت داشته باشه اصلا بدش بیاد، اصلا بدش میاد. برعکس این نه که از جنس خودش ناراضی، باز اشتباه نکنید، از جنس خودش ناراضی نیست، ولی در گرایش جنسیش از جنس مخالف بدش میاد، برعکس از جنس موافق خوشش میاد. میخوام بگم این غیر از بحث رضایت جنسی است. اینا دچار اختلال رضایت جنسی نیستن. نمیگه من جنس ناراضی، نه، از جنسش راضیه، ولی در لذت جنسی و گرایش جنسی به جنس موافق گرایش داره. اینا خب یک اختلالی است. ما مدام یک اختلالی بله واقعیتی است، وجود داره. حالا اینو باید چیکار کرد؟ چه تدبیری اندیشید؟ چیکار میشه کرد در این حوزه؟ باز بحث خودش رو داره، من نمیخوام وارد این بحث بشم. اگرچه امروز دنیا به بهانه همجنسگرایی داره همجنس بازی رو ترویج میکنه. همجنس بازی غیر از همجنسگرایی. همجنسگرایی یه جور اختلال جنسیتی است. این فرق میکنه با اینکه طرف مثلا فرض خوش سلیقه است، خوش اشتهاست، به همه چی گرایی، این همه چی گرایش نیست. در حقیقت نشون میده که این آدم هوسرانی است. یعنی نمیخواد بسنده کنه به گرایش طبیعی، به گرایش غیر طبیعی هم. خدا رحمت رو برای متحری. یه بعضی خیال میکنن که مثلا مسئله جنسی مثل غذا خوردنه، که شما یه خورده غذا خوردی دیگه بالاخره تا اینجا خوردی، نهایتا دیگه تمام میشه دیگه، جا نداری بخوری. ایشون میگه گرایش جنسی اینطوری نیست. گرایش جنسی یه جوری است که شما اگر حد و مرز براش قائل نشید اینطوری میره، تمام شدنی نیست. از جنس مخالف میره به موافق، از موافق میشه بره چی، بعد میره حیوانات، بعد به همه چی میتونه بره. این تمام شدنی نیست، چون چیز مادی فیزیکی نداره که شما بگید مثلا خوردید یه جا نداری. این نیست واقعش. مثل قدرت طلبی، شهوت قدرت تمام نمیشه که به قول خدا رحمه فهمه که به هر کسی هر چیزی بدی باز باید درازو رو میخواد. به رئیس جمهور آمریکا بگن آقا همه دنیا مال تو، بازم میگرده بره تو کره مریخ کسی هست به اونجا حکومت کنه، بره قدرت اونجا رو به دست بیاره. قدرت طلبی تمام نمیشه. شهوت قدرت، شهوت جنسی هم اینطوری است. اینا مرز نداره که شما اگر میل بکنید. بله برخی از تنوع طلبی ها از این بابه، نه از باب اختلال در گرایش. اون نسبت به جنس مخالف نفرت نداره، نه، بلکه لذت هم میبره. همجنسگرا نیست، متا همجنس بازی میکنه. چطوری که ممکنه
با حیوانات ارتباط جنسی برقرار بکنه؟ چطور ممکنه با هر چیز دیگری میشه؟ خواست بکنم که این البته داستانی امروز در دنیا بهش پرداخته میشه، بهانه تمجنسگرایی رو در دست میگیرن و این رو تعمیم میدن به مسائل که تقریبا تمجنس بازی باید ازش تعبیر کرد که اون خود شکایت و داستان مفصل است. حضور اشاره کردن به چند وقت پیش در BBC یه برنامه رو گذاشته بودن در خصوص هم بحث همجنسگرایی. خیلی جالب بود. از همجنسگرایی ها بیکتران رو دعوت کرده بودن از متخصصین و فلان و اما بحثی بود که بالاخره چیه قضیه. دیدم چند نفر از این متخصصین حرفشون این بود، میگفت آقا اینایی که ادعا میکنن همجنسگرا هستند به دید تخصصی درست نیست، به خاطر اینکه اینا قبلا ارتباطات جنس مخالف داشته، طرف رفته ازدواج کرده، زن و بچه داشته، حالا میگه من مثلا هوموسکسوال شدم، مثلا همجنسگرا. این شدنی نیست، این یک اختلال. اگر یه چنین چیزی هست از اول سراغون نمیرفت اصلا. این که رفته بعداً حالا آمده تازه اونم داره، اونم ول نمیکنه که میره سراغ همجنس بازی دیگه. خب این نشون میده که راست نمیگه، این از باب شهوت و هوس جنسیه، نه از باب همجنسگرایی. اینو بشن. خب این دیگه حکایت و داستان خودش رو داره. در دنیای امروز ما معتقدیم انسان طبیعتاً با جنس مشخص به دنیا میاد، اصولاً اینطوری است، رضایت جنسی داره، گرایش به جنس مخالف داره طبیعتاً. این فرضایی است که ما این نکته. نکته دوم اینه که ببینید آیا مسئله تفاوت جنسیت یک ارزش، یک تفاوت معنادار ارزشی است یا نه؟ یک تفاوتی است که بله وجود داره، منتها تفاوت نقشه، نمیشه امتیاز در نظر گرفت. این هم یک بحثی است که امروز مطرحه، از قدیم هم مطرح بود. خب در گذشته مسئله برتر بودن مرد نسبت به زن، شما برگردید در دوران وسطا، در متون مربوط به دوران به خوبی رو می‌بینید. اصولاً زن رو جنس درجه 2 از انسان و بشر تلقی میکنه و معتقدن ماهیت زن اساساً برای مردی است، از خودش استقلال و هویت مستقلی نداره. اگر هویتی دارد، اگر جایگاهی دارد، چون برای مرد. خب این ذهنیتی است که وجود داره. برخی از افراد هم برگرفته از همون اندیشه و ذهن و فکری که در غرب وجود داشته و در کلام مسیحیت وجود داشته، آمدن در کشور ما رو تکرار کردن. آیسوش آمد در مسئله زن چندین سال قبل سلسله مباحث رو مطرح کرد. اونجایشون به صراحت وارد این قضیه شد، گفت که اصولاً ادیان همشون برای زن ماهیت برای مردی قائلند. به صحبت از خانهش هست، بعدا نوشته شدن و منتشر هم شد، مفصل استدلال میکنه که آقا ماهیتی که زن داره و جایگاهی که زن داره در بین ادیان و در آموز ادیان، این جایگاه برای مردی است. از قرآن هم استدلال میکنه که جعل لکم من انفسکم، برای شما همسر قرار داده. خب قرآن هم آقا ماهیت زن برای مرده، زن برای مرده. ادله میاره از قرآن و از روایات و اینا مسائل مطرح میکنه. خب ببینید چقدر درسته. واقعا فلسفه وجودی زن و جایگاه وجودی او صرفاً برای مرد بودن این چنین چیزی است. این رو به اعتقاد من نمیشه اینطوری به صورت کلی بیان کرد. چرا؟ شما اگر نگاه کنید به آیات قرآن، می‌بینید وقتی مسئله خلقت انسان رو مطرح میکنه، درسته یک سری از آیات
به ظاهر مسئله در واقع خلقت آدم رو مطرح میکنه و در اونجا قید میکنه که ما برای آدم همسری هم قرار دادیم، همسری هم برای او خلق کردیم. منتها در جای دیگه شما وقتی میاید میبینید که اونجا تصریح میکنه که شما انسانها رو زوج آفریدیم، خلقناکم ازواج، زوج خلق شدیم. اشاره کردم واژه زوج جز واژه‌هایی است که مذکر و مؤنث نداره. یعنی در عربی به مرد میگن زوج المرء، به زن هم میگن زوج الرجل. چون زوج در اصطلاح عربی به معنی لنگه است. هر چیزی دو تا لنگه داشته باشه یه لنگهش میگن زوجشه، چه مرد باشه چه زن باشه. لذا از جمله کلماتی که تای تأنیث آوردن درست نیست از نظر ادبی، یکی کلمه زوجه. قرآن رو شما نگاه بکنید، هر جا که تعبیر زوج به کار رفته به صورت زوج به کار رفته. میگه و اذ قلنا لآدم اسکن انت و زوجک. میگه به آدم خطاب کردیم ساکن شد تو و زوجت، نمیگه زوجتک. اسکن انت و زوجک الجنه. اصلا شما در قرآن و ادبیات قدیم و اصیل عربی واژه زوجه با تای تأنیث رو به اصطلاحی که ما امروز به کار میبریم نمیتونید پیدا بکنید. حالا چرا واژه زوجه مطرح شد؟ زوجه امروز مطرح میشه. این در ادبیات فقهی ساخته شد. چون در مسئله زن و مرد در هنگامی که این دو نفر میان ازدواج میکنن به خاطر اینکه متمایز کنن بگن زن و شوهر، به شوهر گفته شد زوج، به همسرش یعنی زن گفته شد زوجه. این تای تأنیث به خاطر اینکه جدا کنه این دو تا را از هم دیگه در بحث‌های فقهی گفتن زوج و زوجه. این اصطلاح ساخته شد، این تعبیر ساخته شد. ولی شما برید در اصطلاح سنتی و قدیمی و اصیل عرب چنین چیزی رو نمی‌بینید، چون زوج معنی لنگه است. اون مذکر مؤنث اصلا چیز تحمل نمی‌کنه. بگذاریم تعبیر قرآنی اینه، مرد و زن زوج آفریده شدن. یعنی مثل دو لنگه در که این در دو لنگه است، بشر دو لنگه آفریده شده، مرد زوج زنه، زنم زوج زنه. این چنین آفریده شده. چرا؟ یک سری داستان‌ها، یک سری مسائلی وجود داره که روزنی هم به برخص اشاره کردم که رو به نوعی میخواد جایگاه زن رو جایگاه فرعی درجه 2 نشون بده. مثلا مفصلا حدیثی نقل میشه که خداوند وقتی آدم رو خلق کرد دید که خب آدم تنهاست، از دنده چپ آدم حوا رو خلق کرد. دنده چپ این قشنگ دقت کن. حالا چرا از دنده؟ چون اون حدیث حرفش اینه. طرف میپرسه میگه خب من خانمی دارم که با من سازگاری نمیکنه، ناسازی میکنه، چیکار کنم؟ حضرت میگه که اصلا نگاه کن، آدم رو خدا وقتی خلق کرد حوا رو از دنده چپش خلق کرد. دنده رو بخوای راست کنی میشکنی، بالاخره باید به کجی و کجی زن باید تعامل کنی بسازی دیگه. بخوای راستش کنی میشکنی. این چپ دنده. حالا چرا چپ؟ چون همیشه چپ نشانه ناسازگاریه. یعنی کسانی که حدیث رو جعل میکنن خیلی با صرافت جعل میکنن. خب دنده چپ هم که دنده چپ دیگه به نشون بده ناسازگاره. یعنی یه جور داره توجیه میکنه که اگر زن ناسازگاری میکنن به خاطر اینکه دنده چپ مرد آفریده شده. من یادم نمیرون اولی که طلبه شده بودم رفتم درس تفسیر یکی از موضوع های عربی رسید به همین آیه داشت همین حدیث رو نقل میکرد. گفت که آره مرد دنده چپش یه دونه کم داره، یه دندهش کمه مرد. دنده چپش به خاطر اینکه از مرد خدا گرفته مرد. ما که اون موقع خب درگیر بحث‌های علوم جدید بودیم و همه اینا رو خونده بودیم و برای من خیلی عجیب بود.
چیزی شک کردم، رفتم پرسجو کردم از این مرا متخصصین را بگم چیزی مرد یه دندش کم از طرف شب گفتم چیزی واقعیتش اون زمان من دو بار یا 3 بار تصمیم گرفتم از طلبگی برگردم. پشیمون شدم واقعا. یکیش این موقع اینو شنیدیم رفتیم بود با خودم گفتم خدا آمدیم کجا واقعا تصمیم گرفتم برگردم. بعد گفتم یه خود بیشتر بررسی کنم ببینم چیه قضیه. یه خود بررسی کردم از اون پرسیدم دیدم بابا داستانی ما تازه وارد طلبی شده بودیم هنوز درس چون میاد رفته بودیم مثلا چیزا یاد میگرفتیم هنوز مثلا سرباره همشون نکرده بودیم علاقه‌مند شده بودیم میامدیم تو حوزه و با طلبا می‌نشستیم باهاشون صحبت می‌کردیم و اینا. خلاصه فهمیدیم که نه اصلا داستانیه قضیه اسرائیلیات و نصرانیات در تفسیر و احادیث موضوعه حکایتی از قدیم علما کتاب نوشتن مفصل داره خودن انجام این احادیث بعدا فهمیدیم اینا جزء اوناست. خب ارز می‌کنم که چرا شما اگر بخواید همینطور چشم بسته وارد یک سری از منابع بشید و دقت نکنید یک سری از این قدیم احادیث و یک سری مسائل رو می‌بینید در تفاصیل اینا. ولی وقتی وارد متن خود قرآن میشید و دقیق‌تر میشید می‌بینید چنین چیزی رو قرآن نمیگه. میگه ما آدم رو خلق از نفس انسانی که میگه خلق کردیم آدم رو میگه از همان نفس زوج او را آفریدیم. این نشون میده که آدم و حوا از یک نفس هستند. اصلا اینکه حوا از آدم ساخته شده باشه رو نمیبینید، نشانش رو نمیبینید. کاملا خلقت هر دو رو مستقل مطرح میکنه و میگه و خلق منها زوجها از همان نفس زوجش رو خلق کرد. یعنی یک ریشه و یک منشأ داره آدم و حوا. این تعبیر درست نیست که ما برگردیم و 1 درجه 1 و 2 بدیم. این نمیخوره با آیات و روایاتی که معتبر و در دست ما هست. بله انسان ها تفاوت دارن. این تفاوت به معنای تمایزه نه امتیاز. مفهوم امتیاز نداره جنسیت، مفهوم تمایز داره. در چی مشترکند؟ در اصل انسانیت. ما معتقدیم مرد و زن هر دو انسانند. هیچ فرقی در انسانیتشون وجود نداره. هر مقامی که مرد میتونه بهش برسه زن هم بهش میتونه برسه. مقام انسانی مشترک بین مرد و زن. حالا گاهی مطرح منم بیاد چرا مثلا از بین زنها پیغمبر نیست پس؟ اینا مسئول هست. کی گفته نیست؟ شما رو متن قرآن نگاه کن. ببین در چند جا خداوند تصریح میکنه که ما به فلان خانم ما وحی کردیم. ولقد اوحینا الی ام موسی. به مادر موسی وحی کردیم. حالا فرض وحی کردیم. برید در داستان حضرت مریم فراوان میبینیم که مسئله تکلم فرشتگان با او، مسئله وحی به مریم و اینکه وقتی آبستن میشه وحی به او میشه که برو بیرون و در زیر درخت خرمایی اونجا وضع حمل میکنه. بعد میگه که خطاب بهش میاد که حزی الیک به جزء النخل تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی و قرری عینا. خب قرآن داره نقل میکنه، اینا بهش وحی شده، یعنی بهش گفته شده از جانب خداوند متعال. خب ممکنه بگه خب این درسته وحی شده، این وحی ولی دلیل بر پیغمبری نمیشه که. نکته اینه ببینید ما یک رسول داریم، یک نبی داریم. اشتباه نکنید. رسالت رسول به معنای فرستاده است. شما کسی رو مأموریت بهش میدی، میفرستی برای مأموریتی. این بهش میگیم رسول. حالا اگر از طرف بشر باشه رسول یک انسان، فرستاده یک نفر آدمی. از جانب خدا باشه خدا او رو رسول کرده، او فرستاده برای مأموریتی. این یک بحثه. یک بحث نبوت داریم، نبی داریم. نبی کیست؟ میگن نبی
هر کسی است که خداوند با او سخن میگوید، خدا به او وحی میکند. هر کسی که خدا به او وحی کرده این نبی است، چون از جانب خداوند نبع، خبر و وحی دریافت کرده. آیا هر کسی که نبی است رسول هم هست؟ نه. 124,000 نبی ما داریم، رسول که نداریم، نبی هست، یعنی انبیا هستن. 124,000. خب اینا چند تاشون رو شما میشناسید؟ جمع کنی 100 تاش اسمش به دست ما نرسید. بقیه کجا؟ ببینید نبوت مقامی است که شخص میرسه به جایی که سخن خداوند رو دریافت میکنه، سخن ملائکه رو دریافت میکنه، وحی به او میشود. نه نبی از دو ریشه گرفته شده. یکی از ماده نبوه است، به معنای تفوق، نبا، تفوق پیدا کرد. یکی از ماده نبع است. بعضی میگن نبی از ماده نبع است، نبی اصلش بوده، همزه تبدیل به یا شده نبی، ادغام شده. چرا نبی رو نبی میگن؟ چون نبی هست. نبی وزن فعیله. وزن فعیل دو تا معنی داره. گاهی فعیل به معنای فاعله، گاهی فعیل به معنای مفعوله. مثلا شما میگید علیم، یعنی چه؟ یعنی عالم، داناست. یه بار فعیل به معنای مفعوله، مثل چی؟ مثل جریح، یعنی مجروح. قتیل یعنی مقتول. به قاتل نمیگن که قتیل، به مقتول میگن قتیل، یعنی قتله. نبی میگن از ماده نبع است، وزن فعیل به معنای مفعوله. نبی یعنی منبوع، یعنی خبر داده شده، یعنی کسی که به او خبری داده شده از جانب خداوند، وحی به او شده. بعضی میگن نه، از ماده نبوه است. نبا ینبوع به معنی نبوه، به معنی علوه. اگر اینطوری باشه چی؟ به خاطر اینکه کسی که به این مقام میرسد یک نبوت پیدا میکنه، یعنی یک برجستگی و مقام فوق افرادی پیدا میکنه. نبا یعنی تفوق پیدا میکنه، فوق افرادی میشه، میتونه دریافت کنه وحی الهی رو. پس اون در ماده نبی از هر چی بگیرید بحث خبر دادن نیست، خبر گرفتنه. این واژه توش نیست، اصلا این معنا توش نیست. بگذاریم میخوام بگم که از متن آیات در میاد که خداوند به صورت مستقیم هم میگه اوحینا، هم به شکل واسطه ملائکه. شما در سخن با زنها در قرآن فراوان میبینید که تصریح شده و آمده. پس آیا زن میتواند به مقام نبی یا نبی برسه؟ از قرآن در میاد که بله. ولی آیا زنی از جانب خداوند رسول هم شده؟ نه، رسول نشده، رسالت داده نشده به زن که از جانب خداوند او مأمور بشه برای ابلاغ یک پیام. مثل موسی که رسوله، مأمور شد که بره بنی اسرائیل رو آزاد کنه، بره با فرعون حرف بزنه و پیام برسونه. یا مثل عیسی یا مثل پیامبران رسولند. آیا زن در تاریخ انبیا به عنوان رسول بوده؟ این در نمیاد. یعنی حداقل ما دلیل اثباتی نداریم که آیا چنین چیزی بوده یا نبوده. خب ممکنه بگید خب این چرا رسول نبوده؟ اما برمیگرده به تفاوتی که در مرد و زن وجود داره که بحث رو خواهم رسید. یکی از تفاوت‌های میان مرد و زن اینه که مرد در عرصه مسائل اجتماعی درگیر شدن با مسائل حاد هم توان جسمی بیشتری داره، هم کشش روحی بیشتری داره. زن به صورت طبیعی نمیخواد درگیر این فضا بشه، خوشش نمیاد از فضاهای پرتنش. لذا مردها به دنبال قدرت بودن در طول تاریخ، همیشه همینطوری.
بعد از این همه برابری زن و مرد و فلان و اون میخوان بالاخره یه جور زنان رو بیان مثل مردم بکنن. شما برو در دنیا نگاه کن چند درصد سیاستمداران و قدرتمندان زنن؟ انگوش خیلی تلاش میکنن که بالاخره یه جوری اثبات کنن که نمیشه دیگه. برید کابینه ها رو شما در کل دنیا یک ورق بزنید، چند تعدادشون زنه، چقدرشون زنه، چرا؟ به خاطر اینکه طبیعت زن سازگار نیست با این جریان، خوشش نمیاد از عرصه‌های پرتنش، طبیعتش اینطوریه، تفاوتش که وجود داره، آن در مستویات خواهد رسید. خب طبیعی خداوند اگر میخواد یک مسئولیت پرمخاطره بر دوش کسی بذاره، طبیعتا رو به دوش مرد میذاره، چون مرد طبیعتش این کشش رو داره که درگیر بشه با مسائل حال اجتماعی. زن طبیعتش این رو نمیپذیره، خوشش نمیاد از عرصه‌های پرتنش. نهایتش اینه که بله رسول از جانب خداوند زن نمیشه. آیا رسالت یک امتیاز انسانی است؟ نه، یک تفاوتی است که بین مرد و زن وجود داره که مرد به خاطر ویژگی خاصی که داره از نظر توان جسمی و توان کشش روحی و عاطفی که داره درگیر میشه با این بحثا، روزا معمول میشه این کاره، ولی زن در عرصه نازل کشش و گرایشی نداره، بنابراین درگیر نشده، مسئول نشده، درگیر نمیشه. آیا به مقام گرفتن وحی نمیرسه؟ چرا؟ اون هم مثل همه انسان‌های دیگر، مثل مردها میتونه وحی. پس از مقام انسانیش کم نمیشه، یک مسئولیت اجرایی است رسالت. یک مسئولیت اجرایی است، عملیاتیه. خب این از این نکته. پس ما معتقدیم که مرد و زن از نظر اصل انسانیت و شایستگی‌های انسانی هیچ فرقی با هم ندارن. تفاوتی که دارن تمایزشون هست، نه امتیاز در انسانی. منتها حالا تفاوت‌ها هم الکی و سطحی نه. تفاوت‌ها خیلی جدی است بین مرد و زن. منتها تفاوت در انسان هاست، نه در انسانیت. انسان ها تفاوت دارن. چطور که مردا تفاوت دارن؟ یکی خط بلند، یکی خط کوتاه، یکی موهاش صافه، یکی موهاش فره، یکی سیاه‌پوسته، یکی سفیدپوسته، یکی چاقه، یکی لاغره. این همه تفاوت داره بین انسان‌ها. تفاوت بین مرد و زن هم یک تفاوتی است در انسان‌ها، منتها خیلی عمیق‌تر از تفاوت‌های این شکلی که گفتم. تفاوت در جنسیت. این تفاوت البته تفاوت‌های فراوان محدود خودش میاره. این تفاوت‌ها واقعی‌اند، نمیشه اینا نادیده گرفت، هست. به تناسب این تفاوت‌ها نقش‌های خاصی رو مرد و زن می‌پذیرن. مرد نقش خاصی رو ایفا می‌کنه، زن نقش دیگر رو ایفا می‌کنه. چون طبیعت این رو در نهاد ما تقسیم کرده، جدا کرده. عرض کردم ایفای نقش مرد و زن در مسئله خانواده، در مسئله تولید مثل، خب این چیزی نیست که شما بخواید قرارداد کرده باشید. آقا بگیم از فردا آقایون مثلا برن بچه به دنیا بیارن و مثلا شیر بدن و چیزی نیست. ما توافق کرده باشیم فردا عوض کنیم بگیم ما از فردا اینا بکنیم. شدنی نیست اصلا. چون تمام از اسباب و ابزار مربوط به این نقش رو، نقش مرد در جسم ما تعبیه شده، در روح ما، در عواطف و غرایز ما وجود داره، چطور که در زن هم اون تعبیه شده. اصلا به کار ما نداره میشه کار انجام بدیم. پس این تفاوت بسیار عمیقی است. این تفاوت نقش کاملا طبیعی و حقیقی است، نه قراردادی. توافقی نیست، نمیشه این رو جابجا کرد. من که راست کردم که دو سال اختلال رضایت جنسیتی باشه، بخواد اصلا نمیخواد مرد باشه، میخواد زن بشه، بره تغییر جنسیت بده، چیکار بکنه؟ پس این هم یه نکته که از نظر جنسیت تفاوت واقعی است. این تفاوت‌ها بسیار مهمند، منتها به معنی تفاوت در انسانیت نیست، در انسان هاست. تمایزی است که به صورت خلقتی در ما وجود داره، نه امتیازی است که به ما داده شده باشه.
حالا چرا مسئله اصلا امتیاز دادن به خلقت مرد و زن از کجا نشأت میگیره؟ چرا این ذهنیت به وجود آمده؟ این حکایت خودش رو داره. بعضی معتقدن چون مردها به خاطر داشتن قدرت جسمی بیشتر و توان بدنی قوی‌تر تونستن مسلط بشن بر زنها. زنها در طول تاریخ اسیر مردها بود. چرا؟ چون مرد قوی‌تر بود، قدرت‌تر بود. به اضافه که زن درگیر مسئله فرزند میشد، به خاطر اینکه بتونه فرزند خودش رو تربیت بکنه، بتونه فرزند خودش رو حفظ بکنه، همیشه ناچاره که کوتاه بیاد. حالا مرد فرض کنیم نهایتاً درگیر شد، 2 تا درگیر زد و خورد، اتفاقی نمیفته. ولی یک زن نمیتونه چنین روحیه‌ای داشته باشه. اون به خاطر اینکه وقتی که در واقع فرزندی رو داره نمیتونه چنین عکس‌العملی از خودش نشون بده. حتی اگر قدرت جسمانی و بدنی خوبی هم داشته باشه درگیر نمیشه با مرد، به خاطر اینکه میفهمی که چقدر براش آسیب میزنه، لذا درگیر نمیشه. این ویژگی که در زن وجود داره و این ویژگی جسمانی همیشه باعث شده که مردا زور بگن بر زنان. نتیجهش این شده هی مرد سالار شده جوامع بشری. لذا کم کم این ذهنیت به وجود آمده که بس زنها موجودات ضعیف و درجه دویی. از همون قدیم اتفاق افتاده، هنوز هم که هنوزه این ذهنیت ها ریشه. در داستان ادیان یه چیز دیگری آمده تشکیل کرده این قضیه رو که حسین اشاره کردم که در روایتی که مسیحیت از مسئله مرد و زن دارد، در داستان خلقت آدم و حوا و مسئله وسوسه آدم و حوا، روایت اونها اینه که شیطان آمد حوا رو وسوسه کرد و حوا آمد آدم رو وسوسه کرد. چیزی که شما ابدا در آموزه قرآنی نمیبینید اصلا. برعکس هر جا قرآن از مسئله وسوسه صحبت میکنه میگه فوسوس الیهما فقال لهما هل ادلکما، به شکل تصنیه داره نقل میکنه، میگه شیطان به آدم و حوا وسوسه کرد، به هر دوشون گفت، به هر دوشون اینطوری چی هر دو رو مطرح میکنه. در یکی دو مورد البته به صورت مفرد ذکر کرده وسوسه رو. اونجا هم که به شکل مفرد ذکر کرده میگه فوسوس الیه، آدم رو وسوسه کرد. در قرآن وسوسه الیها نداریم که وسوسه شیطان مستقیما به حوا خورده باشه، نداریم در تعبیر قرآنی. کسی قرآن، ادبیات قرآن رو بلد باشه، زبان قرآن رو بلد باشه، کاملا میفهمه که قرآن تعمدی دارد، نمیخواد وسوسه شیطان رو به حوا بزنه، کاملا تعمد داره. یا میگه هر دو یا میگه آدم، اصلا به حوا نسبت نمیده وسوسه شیطان رو. این کاملا نشون میده که برخلاف ذهنیتی که در روایت و قرائت مسیحیت و یهود از مسئله وسوسه وجود داره، قرآن این رو نمیپذیره اصلا. خب اون روایتی بوده از قدیم بوده مطرح کردن. حالا چرا ساخته شده این؟ شاید به خاطر اینکه مرد همیشه حس میکنه که زن برای او وسوسه انگیزه، که درست هم فکر میکنه، وسوسه‌گر هست برای مرد زن. این کاملا درست، یعنی به صورت کاملا غریزی مرد با زن وسوسه میشه. چرا؟ چون گرایش طبیعی جنسی مرد به سمت زن هست و او ویژگی های این وسوسه رو داره. همین درست، نقش طبیعیش هم همینه. او باید مرد رو به سمت خودش بکشه و میکشه، این توان رو داره، این قدرت رو داره و مرد سنسورهاش فعال در رابطه با این علائم و نشانه ها. فوراً عکس‌العمل نشون میده، فوراً وسوسه میشه و تحلیل میرسه به این قضیه. این یک حقیقتیه. و در بحث تفاوتات عرض خواهم کرد. شاید این ذهنیت هم که مردا حس میکردن واقعا زنها وسوسه میکنن و درست هم فکر میکنن، و چون داستان وسوسه آدم
وسوسه شیطان از همین سنخ وسوسه خیال میکردن، میگفتن پس نشون میده که زن هم یه جور شیطنت درش وجود داره، لذا ابزار شیطانه، چرا تو وسوسه گردی. نتیجهش این میشد میگفتن اگر شما بخواید به مقامات معنوی برسی نباید وسوسه زن تو رو بگیره، چون از صنف وسوسه شیطانه. اگر خواستی به مقام بالا برسی مثلا اسقف اعظم بشی، نباید با زن ارتباط بگیری، نباید. چرا؟ چون هر گونه هوس و شهوت اینطوری و وسوسه‌ای که زن می‌کند این حاکی از تسلط شیطان بر تو. خب هنوزم که هنوزه در مسیحیت قرائت و روایت وجود داره، ارتباط با زن رو به نوعی تسلیم وسوسه شیطان شدن می‌دونن و یه جور زن رو ابزار شیطانی، یه موجودی، حالا یا میگن اساسا معلوم نیست که انسان یا نه، آدم خب بالاخره مرد که انسان حرف توش نیست، آیا زن انسانه یا نه؟ این بحثا در کلام مسیح در قرون وسطی مفصل بحث میکنه که آیا واقعا زن انسان یا نه، بحث بوده. برفرض اگر انسان باشه و یک انسان است که سرشتش کاملا الهی نیست، مخلوطی از سرشت انسانی، الهی و شیطانی. این یک ذهنیتی است که در متون کهن آموزه های مسیحیت و یهود یه جورایی وجود داره، به شدت بهش دامن زده شده، تا همین امروز هم هست. علاوه همین همه مسائل عرض کردم حالا برابری و فلان و بهمان، شما امکان نداره در یه فیلم مثلا که در غرب ساخته میشه یک جادوگر بدجنس رو به شکل مرد ببینید، حتما شکل زن ببینید جادوگر بدجنس. اگر برفرضم ظاهرش مرده، آخر فیلم یه دفعه از قالبش در میاد یه زن. دقت کردید؟ یه بار با این ذهنیت نگاه کنید به فیلم‌های غربی، هر جا شیطنت مطرح هست نماد شیطنت در فرهنگ غربی زن. خب این یک حقیقتی است که در اون فرهنگ وجود داره. بخشی از این ذهنیت متأسفانه وارد ادبیات ما شد در قالب روایات نصرانی و اسرائیلی. بگردی شما روایات و یه چیز از این دست میتونی ببینی. چند سه قبل ایشون اشاره کرد که این آیه که میگه ان کیدکن عظیم، خب قرآن داره میگه کید زن، مکر زن، حیله زن، وسوسه زن خیلی عظیمه. ببینید اینو باید مراجعه کنید. من آوردم، اگر میشه اینجا نشون میدادم بد نبود که با هم این کار قرآنی هم میکردیم. در قرآن مسئله کید زن ذکر شده. اصلا قصه حضرت یوسف و زلیخا یا زلیخا یا زلیخا هر چی بگیم، این داستان محورش مسئله همین وسوسه زن هست. یعنی این داستان با این محوریت در قرآن آمده، چون هر داستان قرآن یک کلیدواژه خاصی داره یا یک پیام اصلی داره. در داستان یوسف یکی از کلیدواژه‌های اصلی مسئله همین جریان وسوسه است، مسئله وسوسه شیطانه و مسائل از این دست. خب این حرف درستیه که در قرآن هم تعبیر شده، کیدهن، کیدکن به تعبیرهای مختلف آمده. ولی صحبت سر اینه که ببین آیا واژه کید فقط برای زن به کار رفته در قرآن یا نه؟ قرآن همچنان که گفته کیدکن، همچنان گفته کیدکم، به مردان گفته که کید شما. این واژه که فقط برای زنان که به کار نرفته، برای مردان به کار رفته. فقط گفته کیدهم، گفته کیدهم، این هم داره. یا مثلا فرض کنید جالبه، نه فقط کید انسانی بلکه کید شیطان آمده، کید خائنین آمده. فراوان از اون در برابر کید خائنان، کید شیطانی خداوند به خودشون نسبت میده، کیدی، کید من. پس خدا هم کید داره.
چی داره؟ به نام آیات در تفاسیر. خیلی امکان قشنگی رو به ما میده. شما این قسمت رو که باز میکنید میاد دو قسمت داره. کل آیات گزینشی. من آمدم آیات گزینشی. در آیات گزینشی شما میتونید به راحتی هر کلمه‌ای رو که بدید آیاتی که این کلمه درش هست رو به شما نشون میده. به اضافه تفاسیر درباره این آیه هر چه نوشتن پایینش میاره. یعنی کلمه رو هم آیه‌شو میاره هم تفاسیر مربوط رو به شما میده. خب من اینجا مثلا کید رو وارد میکنم. نگاه کنید عددش رو این بالا به ما میده. لفظ کید در قرآن 29 بار به کار رفته. یه خورده دقت بکنید نشون میده که برخی از اینا اینطوری نیست. مثلا لفظ کید نیست، کاف و یا و د پشت سر هم آمده، این رو حساب کرده آورده. مثلا یکی دو تاش البته اشتباهیه. ولی شما بگید 27 تا مثلا دو تاش هم کسب کنه، من حساب کردم یادم نیست. ببینید کید کنن، کید شما زنها. این در سوره یوسف آیه 28 آمده. فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم. این داستان چی؟ داستان اینه بعد از قضیه‌ای که زلیخا از یوسف خواست و ایشون قبول نکرد و خواست فرار بکنه، رفت به سمت در و از پشت گرفت که او رو نگه داره و در این هنگام عزیز مصر واجد یوسف داره میدوه در خان دنبالش. خب برگشت گفت که این قصد خیانت داشت و من رو فرار کردم، مثلا داشتم دنبالش میدویدم که بزنم، مثلا اینطوری خواست ترسیم کنه. خلاصه یکی اینجا گفت که شما نگاه کن ببین کی راست میگه. یوسف گفت من نبودم، این از من خواست، من داشتم فرار میکردم. گفت نه این مثلا قصد سودش. یه شاهدی گفت شما نگاه کن به پیرانش تا پاره شد. خب اگر مرد بخواد بزن حمله بکنه، زن دفاع کنه، پیران جلوش پاره میشه که طبیعتا. اگر زن دنبال مرد باشه عقب میگیره از پیرانش، از عقب پاره میشه، از پشت پاره میشه. فلما رأى این رو گفت راست میگه. گفت یوسف برگشت پشت پیرانش پاره است. فلما رأى قمیصه قد من دبر، یکی از پشت پاره شده پیراهن یوسف. قال عزیز مصر گفت انه من کیدکن. من کیدکن این از کید شماست. یعنی فهمید که این کرک زده، یوسف راست میگه، این دنبالش بوده. ان کیدکن عظیم، کید شما خیلی بزرگه، یعنی میتونید از این کیدا بکنید. این سخنی است که عزیز مصر خطاب به زلیخا میگه در این قصه. قرآن هم نقلش میکنه. و اما کیدهن، پس یک جا کیدکن آمد، اینم از زبان عزیز مصر. قرآن از زبانون نقل میکنه. و اما کیدهن در 3 جا آمده در قرآن. یکی در اینجاست که حضرت یوسف میگه قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیه. بعد که این اتفاقات پیش آمد گفت خدایا من برم زندان برام مطلوب‌تره تا وارد بازی اینها بشن. الا تصرف عنی کیدهن، اگر کید اینها رو از من دور نکنی اسب الیهن، ممکنه منم وسوسه بشم و اکن من الجاهلین، منم از جاهلین بشم. این از زبان کی نقل؟ از زبان یوسف نقل میکنه. آیه دیگه فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدهن انه. یوسف دعا کرد، خدا هم دعاشو پذیرفت، رفت زندان، دور شده است وسوسه و کید زنها، رفت زندان. فاستجاب له فصرف عنه کیدهن. اینم خود قرآن میگه که از کیدشون. و قال الملک ائتونی به فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک فسأله ما بال النسوة اللاتي. اینم داستان بعد از اینکه فرعون مصر خواب رو دید، آمد اون طرفی که با یوسف بود و میشه آمد تعبیر خواب از اون گرفت. و این وقتی که رسول فرستاده فرعون آمد پیش یوسف در زندان برای تعبیر خواب، گفت اول برو اون پادشاه بگو که فسأله بپرسه ما بال النسوة اللاتي قطعن ایدیهن. این داستانی که زنها دستشون رو بریدن که یوسف آمد و زلیخا جمعی رو درست کرد از زنها و دستاشون رو بریدن، این داستانش چیه؟ اللاتي قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم. خدا کید اینها رو میدونه که چه کیدی داشتن. خب این هم باز از زبان یوسف این کید رو به کار میبره. در 3 جا
در مجموع 4 جا کید زن در قرآن ذکر شده. یکی کید کنه از زبان عزیز مصر، 2 جا از زبان حضرت یوسف، 1 جا هم در استجابت دعای یوسف که گفت خدای من از کید اینها خلاص کن. خدا میگه ما قبول کردیم و از کید زنها که خواسته بود خلاص بشه ما خلاصش کردیم. این 3 جا. ببینیم کید مردها کجاست. ببینیم کید مردها کجاست. قشنگ دقت کنید. در برابر کید کنه میشه کید کم. دقیقاً در 1 جا کید کنه به کار رفته در قرآن، در 1 جا هم کید کم. فاجمعوا کیدکم ثم اتونی صفا وقد افلح الیوم من استعلا. اینم از زبان فرعون میگه به جادوگرها فاجمعوا کیدکم، هر چه کید دارید جمع بکنید، ثم اتوا صفا، بیایید وقد افلح الیوم من استعلا، امروز هر کس برنده بشه برده. پس 1 بار هم کیدکم به کار رفته در برابر کیدکن، دقیقاً 1 بار، اینم 1 بار. اون از زبان عزیز مصر، این از زبان فرعون. ببینیم کیدهن کجا به کار رفته. کیدهم دقیقاً کیدهم هم در برابر کیدهن 3 بار به کار رفته در قرآن. 3 بار کیدهم، 3 بار کیدهم. این یمسسکم حسنتون تسؤهم و این تصبهم سیئة یفرحوا بها و این یصبروا و تتقوا لا یضرکم کیدهم شیئا ان الله بما یعملون محیط. میگه بالاخره شما اگر سختی دیدن نگران نباشید، صبر کنید، متقی باشید، کید اونها یعنی دشمنان به شما صدمه نمیزنه. یوم لا یغنی عنهم کیدهم شیئا، الا هم روز قیامت هرچی اینا کیر جایی هیله نیست دیگه، نمیتونن کاری بکنن، تمام شد زمانه هیله کردن. کیدهم الم یجعل کیدهم فی تضلیل، جریان اصحاب فیل که کیدشون آمده و خراب کنن خانه کعبه رو، کیدشون رو در تضلیل از بین برد همه نقشه‌هاشون رو. پس بنابراین 3 جا هم کیدهم در برابر کیدهم عیناً به کار رفته. خب همینطوری هست، حالا بحثاش هست، من نمیخوام یه خیلی ادامه بدم. جالبه در یه جای خود قرآن به خودش خداوند نسبت میده کیدی، کید من در 1 جاست، در 2 جا. و املی لهم ان کیدی متین و املی لهم عذرا ان کیدی متین، در 2 جا این عبارت به کار رفته و هر دوش یکیه. و املی لهم ان کیدی متین و املی لهم، در 2 جا این به کار رفته، در اعراف و در سوره قلم 2 جا کیدی به کار رفته. کید من، این خدا هم هست کید میکنه. در جای دیگر به صورت کیدهو به کار رفته. و اینم بذارید ببینیم کیدهو کجا به کار رفته. اینم ببینیم که البته مثلا اینجا چون هن اینا ها داره همش رو با هم اینجا میاره، یعنی قاطی میکنه و تفکیک نمیکنه، مگر این فاصله بدید. نه این فاصله رو نمیشناسه، باز همه اینها رو میاره، یعنی این فاصله رو نه عمل میکنه. درست، نه عمل کرد. فتولا فرعون فجمع کیده، و باز به فرعون میخوره. من کان یظن ان لن یصل فدور بلاغه فلیمدد بسبب السما ثم لف فلیمدد هل یذهبن کیده. اینم باز کید کفار رو داره مطرح میکنه. اینم باز برنامه کاملا قاطی کرد. و خب بگذاریم. خواستم البته این هم یک تنوعی باشه در بحث، هم ببینید که قرآن یک بحثایی داره در واقع به نام بحث‌های عددی قرآن. اینا بحث‌های خیلی جالبی. امروز یکی از بحثایی که خیلی بهشون میاد بحث اعجاز عددی قرآنه که قرآن یک سری اعجازهای عددی داره. من البته به عنوان کسی که خب کارمینه معتقد نیستم که این بحث‌های عددی رو به نام اعجاز قرآن بخوایم مطرح کنیم. نه اینطوری نیست. علتم داره بحثش رو مفصل عرض می‌کنم، ولی یک سری ظرافت‌های عددی در قرآن هست انصافاً. مثلا یکیش اینجاست، به ازای هر کیدهن یک کیدهم آمده، کیدکن، کیدهن، کیدکم آمده. یعنی دقیقاً یکی از اون یکی از این، 3 تا از اون 3 تا از این آمده. این دقت است که در قرآن ما می‌بینیم. اینجا اینه که بله مسئله کید و مسئله حالا هیله‌گری یک واقعیتی است که در بشر وجود دارد.
ربط به زن و مرد ندارد. مردم حیله‌گری میکند، زن هم حیله‌گری میکند. حالا در داستان حضرت یوسف داستان بر اساس حیله زن شکل گرفت. باشه، چطور که این همه در رابطه با جنگ‌ها و ستیزها و مسائل رو همه فرسان کیل مرداست دیگه، زن که نبوده فرمانده، مردا بودن کیل می‌کردن. یا بر خلاف پیامبر کسانی که سردمدار کافران بودن، مشرکان بودن، مردها بودن که کیل می‌کردن، زنها که نبودن. بله خب زن هم میتونه، مرد هم میتونه. میخوام بگم که بحث کیل کنه مفهومش این نیست که مثلا زن مظهر کیله، نه. چطور که کیل به زن نسبت داده میشه به مرد هم نسبت داده میشه، هیچ فرقی نمیکنه. حالا شما بگید آقا این کیل کن، زن هم توش ممکنه باشه، اون باشه، ما نمیگم که نباشه، ولی بالاخره مرد که هست توش. اینو داریم بحث. حالا یه قضیه رو حل کردیم، پس معلوم شد زن و مرد همه کیل دارن، باید حواستون باشه، بالاخره دنیا همش همینه دیگه. به قول شاعر میگه ای بسا ابلیس آدمرو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. شما در هر مناسباتی باید احتمال رو بدی که به هر حال ممکنه وسوسه‌ای باشه از انواع مختلف. ای بسا ابلیس آدمرو که هست، پس به هر دستی نباید داد دست. این برای زنش هم هست، برای مردش هم هست، همه جا هست. البته در مسئله جنسی این حرف درست نیست که قدرت وسوسه‌گری زن بیش از یا به عبارت دیگر مرد ناتوانتر هست در برابر وسوسه زن نسبت به زن در برابر مرد. این یه واقعیتی نیست. این البته تفاوتی وجود داره. اینم شاید در برمیاد اون تفاوت نقشی که ما دوتا داریم، چون مرده که باید بره به سراغ زن، بنابراین قدرت تحریک پذیری مرد خیلی بیشتره، زود تحت تاثیر قرار میگیره و میره سراغ این قضیه. خب زن طبیعتش اینطوری نیست، بنابراین اون میتونه مقاومت بیشتری داشته باشه، قدرتمندتر در برابر. البته مرد هم برای زن وسوسه گره، چون طبیعی گرایش جنسی طبیعی همینه، منتها از نظر قدرت این وسوسه و تأثیری که داره تفاوتی وجود داره. خب بگذاریم، پس از این بحث گذاشتیم هر کسی ممکنه وسوسه گر باشه، خب زن هم هست، مرد هم هست. هم باید اینطوری باشه، یعنی زن به دنبال اینه که جایگاه محوری عاطفی خودش رو حفظ بکنه، این رو همیشه چک میکنه، دست خودش هم نیست. او اگر قرار باشه بیاد صریح مطرح بکنه جایگاهش رو از دست میده. برای این مطلوبه که چیزی رو نگفته همسرش بفهمه. ببینید حالا مردم میگن بابا من کجا میفهمم شما این رو میخواید از ما؟ یکی از دعواهای مردم همیشه اینه. اعتقاد متقابل اونا میگن درک میکنن. آره، اونا میگن که بعدا اصلا آقا نمیفهمن که بالاخره این همه علامت نشانی، این همه داد و خال. به نظر من اینم درست نیست البته، چون ما متعلق به دو تا عالمیم واقعا، دو جو. اینو باید بشناسیم، کم کم بفهمیم، علائم رفتاری همدیگه رو شناسایی کنیم، بعدا میفهمیم. خب به خاطر اینکه خب ما درگیر نبودیم، یکی از گفت آقای خانم‌ها چرا وقتی میشنن مثلا اینطوری با هم دیگه حرف میزنن خسته نمیشه؟ یکی گفت آقا من میدونم. گفتن چی؟ گفت اگر 10 دقیقه من خانم میشدم بهتون جواب میدادم که چرا؟ خب ما نمیتونیم بگیم چرا، چون نیستیم تو عالم اونها هم در عالم ما هستن. لذا توقع این که من بتونم تو اون عالم، اون در عالم من باشه، توقع درستی نیست، ولی میتونیم نشانه رفتاری هم دیگه رو بشناسیم. میتونیم با این نشانه ها به عالم همدیگه راه پیدا کنیم، بفهمیم. این شده نیست. اصلا فکر میکنم که اعتقاد اصلی که الان روی بحث زن و مرد متوجه اسلام هست بحث حقوقیشه بیشتر. یعنی که حالا اگه موضوع رو ببریم سمت حقوقی، اینکه از سروش هم شما مثال زدید، مثلا خود سروش مشخصا میگه که عصر بندگی از عصر تکلیف مدارانه وارد عصر حق مدارانه شده. بعد خودش هم حالا میخواد توی همین تفسیر و تعبیر حق مداری حقوق زن رو بیا بگیم که چقدر ما بهش رسیدیم توجه کردیم و چقدر این حق استیلا شده. به نظر من بیشتر نکته پیمان انتقاد به اسلام بحث حقوق زنه. اگر بخوایم بحث نگاه اسلام به زن رو بحث کنیم که اینم جزو بحث مقدماتی است، اگر حوصله داشته باشیم اینو مفصل بحث کنیم چون مهمه.
الان خیلی از این ابهامات تو ذهن همه ما جا گرفته. خواهد کنیم مسلم است که کنارش رد میشیم. هست دیاره ولی ببین حقیقتش چیه؟ دو سه تا بحث. یک بحث نگرشی به زن هست و مرد. من اینو الان داشتم بحث می‌کردم که ببینیم از نظر نگرشی اسلام زن و مرد دو چیز متفاوتی می‌دونه واقعا. دو درجه از انسانیت می‌دونه. دو موجود اصلا متعارض می‌دونه. چی می‌دونه؟ عرض کردم نگاه اسلامی اینه که زن و مرد زوج آفریده شده. اصلا انسان زوج آفریده شده. دو لنگه انسانن مرد و زن. هیچ فرق نمی‌کنه. از نظر انسانی مشکل. این از نظر نگرشی. صحبت سر اینه که آیا به جز بحث نگرشی مسائل دیگر هم مطرح شده؟ بله. یک سری تفاوت‌های حقوقی شما در مرد و زن در احکام اسلامی ما می‌بینید به وضوح اینا هست. حرف درستی هست. مثلا کسی نمی‌تونه منکر بشه که از نظر ارث پسر دو برابر دختر ارث میبره، یا به تعبیر حالا اشکال کنندگان دختر نصف پسر ارث میبره. راست، چون متن صریح قرآنه للذکر مثل حظ الانثیین. برای پسر مثل حظ و بهره دو دختره، یعنی یه پسر به اندازه دو دختر ارث میبره. البته در جاش آرون باز شرایط خودشو داره، یعنی اگر هم پسر ارث بره هم دختر ارث ببره، وقتی هر دو ارث میبرند پسر به اندازه دو دختر سهم میبره. یعنی دختر شما یک حساب بکنید، هر پسر دو گذاشته میشه وقتی تقسیم ارث میخواد بشه. بنابراین یه پسر با دو تا دختر تقسیم 4 میشه ارث، اگر وارثی دیگه نداشته باشه تقسیم به 4 میشه. 1/4 دختر این دختر، 1/4 این دختر، 2/4 میرسه به این پسر. یعنی من دو تا دختر یه پسر ارث. خب اینو نمیشه منکر، یه واقعیت نیست. ارث در اسلام چه حکمی؟ در مسئله قصاص باز یک واقعیت نیست که بله تفاوت‌هایی در دیه و قصاص مرد و زن وجود داره، تردیدی درش نیست. دیه زن حالا به تعبیر اونها نصف دیه مرد. مفهومش چیه؟ در مسئله شاهد شدن، شهادت، دو زن شهادتش مثلا یک مرده، باز اینجا نصفه. از این دست احکام ما داریم که شما وقتی اینا کنار هم میذاری کم کم به این نتیجه میرسید در اسلام زن نصف مرده. این اشکال است که در مسائل حقوقی مطرح میکنن. از این میخواد چی نتیجه بگیرن؟ میخواد نتیجه بگیرن که این تفاوت معنادار در حقوق حاکی از تفاوت نگرشی اسلامه که اسلام اساساً زن رو نصف مرد میدونه. حالا اگه حقوقی باشه قابل تحمل داره، حقوق بگه تفاوتی وجود داره، بعد آقا ما اینطور ارث نصف میدیم بزن. ولی اینو نمیخوام بگم، بیشتر برمیگردم به اینجا که نشون میده اصلا اسلام زن رو نصف مرد میدونه. اشکال نیست. مثلا به نگرش برمیگردیم. من خواستم از اون شروع بکنم که ببینید واقعا در نگرشتان چیه؟ نه چنین تفاوتی در نگرش نسبت به زن و مرد وجود نداره. هر دو انسانن، هر دو یکسانن از نظر انسانیتی. آیا تفاوتی هست؟ حتما تفاوت هست. این تفاوت‌ها در چیست؟ آیا واقعی اند یا صرفاً قراردادی اند؟ ما معتقدیم این تفاوت‌ها واقعی اند، حقیقی اند، اعتباری نیستند، قراردادی نیستند. آیا این تفاوت‌های حقوقی رو با خودش میاره؟ معتقدیم میاره. آیا این واقعیت‌ها دستش تغییر میشه؟ ممکن دستور تغییر میشه، ممکن. ما نمیگیم دستور تغییر نمیشه، ممکن دستور تغییر بشه. اسلام نظام حقوقیش البته بر اساس یک نگاهی و یک اصولی چیه، یک نظام حقوقی است. این نظام حقوق چارچوب خودش داره، پایه‌های خودش داره. ممکن شما این چارچوب رو عوض کنید، پایه‌ها رو بردارید، یه نظام دیگه درست بشه. مثلا یه مثال بزنم، این بحث‌ها اگر نظرتون باشه جلسه بعد اینو بحث کنیم. شبهاتی در مسئله حقوقی زن و مرد وجود داره، اینو بحث کنیم. من یه نکته بگم که پیشتر آمده بحثمون باشه. مثلا نگاه کنید، در اسلام، در نظام حقوقی اسلام تنها کسی که مسئول مالی است از نظر حقوقی مرده.
زن مسئولیت مالی براش تعریف نشد. تا در خانه پدرشه، مسئول تأمین معاشش پدرش. آیا خودش نمیتونه کار کنه؟ چرا؟ میتونه کار کنه، ولی مسئول نیست. مسئولش پدر. اگر رفت خانه همسر، مسئول تأمین معاشش همسرشه، خودش نیست. مسئول نیست. کارکن در کار خودشه ولی مسئول نیست. اگر پدر مادر دچار مشکل شدن، دختر مسئولیت نداره در تأمین معاش پدر مادر خودش، پسر مسئوله. فرزندان مسئولیتشون به عهده پدر. فرزندان مسئولیت تأمین معاشش به عهده پدر. فرزندان نسل آدم تا هر چقدر هست مسئولیت تأمین معاشش با این پدر. این تمام نمیشه مسئولیت. لذا شما نبیره ندیده هر کدوم از به مشکل اقتصادی خوردن نتونستن پدر بزرگ اون آخرین مسئولیت تأمین کنه. یعنی وظیفه از گردنش ساقط نمیشه تا آخر مسئوله. بالاتر هم بری همینطوری پدر مادر هر چه بالاتر بره پسر مسئول تامین معاششونه اگر به مشکل برمیخوره. این ساختار دیگه نظام اصله. در اینجا مرد مسئول تامین معاش تعریف شده، نه زن. این نظام در کنار این مسئولیت که به این مرد بدبخت بیچاره دادی، این همه بار کردی روش، همه رو باید تامین معاش بکنه، در مقام تکلیف آزا حقی هم بهش میدی؟ اینجاست که در مسئله ارث پسر 2 برابر ارث. چرا؟ تا بتونه مسئولیتش عمل کنه. این اسباب این که حمایت کنه این جایگاه رو، بتونه عمل کنه. این 2 برابر ارث برش کی رو باید تامین معاش کنه؟ همسرشو، دخترشو، مادرشو. مسئولیتش با اوست. در یک نظام حقوقی اینا به همدیگه رو میخونند. شما اگر آمدید گفتید آقا ما اینو نمیخوایم، مرد هر کس مسئول تامین معاش خودشه، مرد و زن وقتی ازدواج کردن نصف. اگر شما آمدید نظام حقوقی رو برای پایین چیدی، در این نظام حقوقی هم پسر هم دختر مرد زن همه مسئول تامین معاش خودشونه. هیچ کس مسئول دیگری نیست. در زندگی مشترک هم با هم زندگی میکنن، به تعبیر مثلا یه شریک جنسی شدن، با هم فقط همخوابگی میکنن، بعدا با هم هر کسی میاد بالاخره خرج خودشون میده نصف. اگر چنین نظامی داشتی حتما باید ارث هم اگر بود که در اینجا ارث معنی نداره، البته فرض کنیم اگر بود باید نصف باشه، مساوی چون این نظام حقوقی دیگه است. خیلی ها خلط میکنن، یعنی یک سری پایه‌های حقوقی رو که در اسلام چیده شده اینها رو نادیده میگیرن، میان روبنا رو که روی این چیده شده اینو میان بولد میکنن. بابا ببینید اون کجا چیده شده، کجای کاره، علتش چیه. اینو رو بحث یک مورد مثال زدم فقط. از این قبل اشکالات 10-15 تا اشکال اینطوری حقوقی وجود داره در مسئله مرد و زن. اینا یکی اینا رو هر سر رسیدیم میتونیم یه جلسه بحث بکنیم و بگم از کجا در آمده، چرا این اختلافات وجود آمده. بحث نگرشی نیست اصلا. نمیخواد بگه زن پسته، نمیخواد بگه زن نصفه، اون این بحث نیست. در این نظام حقوقی لازمه این پایه‌ها چیدن چنین بناست، ولی این بنا نمیمانه، باید با استوار باشه نظام حقوقی. علتش میتونیم بحث میکنیم. خیلی طولانی شد، عذرخواهی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.